مجموع مبتلایان قطعی شناسایی شده بیماری کووید 19 امروز عملاً در کشور ما از مرز 100,000 نفر عبور کرد. ما با 1680 مورد جدید قطعی شناسایی شده ابتلا به بیماری کووید 19 عملاً تا این لحظه 101,650 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور خدمت مردم عزیزمون میتونیم گزارش کنیم و البته از این جمع 81,587 نفر در بهبودی کامل به سر میبرند و به نوعی از این بیماری رهایی پیدا کردند و البته همزمان 2,735 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان و مراقبت هستند و به نوعی شاید با وضعیت بحرانی این بیماری روبرو باشند. متاسفانه ما ظرف 24 ساعت گذشته 78 هموطن مبتلا به این بیماری رو از دست دادیم و تا این لحظه 6,418 مورد فوت مسلم و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو میتونیم خدمت مردم عزیزمون گزارش کنیم و خدمت شما عزیزان عرض کنم که متاسفانه ما در 3-4 روز اخیر روند صعود تدریجی موارد ابتلای جدید به این بیماری رو هم شاهد هستیم.